بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. این درسی 16 ماست انشاءالله. پس از تعطیل رمضان آغاز میکنیم درس امروزه رو از فصل. این فصل درباره سنت های غسل می باشد. مؤلف میگوید یسن فی الاغتسال 12 شیئا. در غسل یا اینکه هنگام غسل کردن 12 چیز سنت هست. یکم میگوید الابتداء بالتسمیه، آغاز کردن با تسمیه، یعنی با نام الله، یا اینکه میتوانید بگویید با بسم الله. من درباره فرق بین تسمیه و بسمله فهمونده بودم، اما این رو هم گفته بودم که گرچند که بین آنها فرق هست، اکثر مؤلفین و اکثر نویسندگان بین آنها فرق آنقدر نمی اندازند، یعنی آنها رو همچون مترادف استفاده میکنند. تسمیه میتوانیم بگوییم بسم الله یا اینکه با نام الله، با ذکر الله. البته در اینجا تفصیلات هست. اگر انسان در درون حاجتخانه باشد میتواند که در دلش بگوید یا پیش از در آمدن به حاجتخانه بگوید. اگر حمام جدا باشد بعضی میگویند که جایز هست که در حمام انسان بگوید، چون که حمام از خود حاجتخانه دور هست و غیره. به هر حال دویم سنت غسل نیت کردن هست. در اینجا میگوید نیت. سوم و غسل الیدین الی الرسغین، و شستن دست ها، یعنی هر دوی دست، الی الرسغین تا بند دست، تا هر دوی بندهای دست ها. چهارم و غسل نجاسة لو كانت على بدنه بانفرادها، و شستن نجاست یا اینکه برطرف کردن یا تازه کردن نجاست اگر لو باشد بالای بدنش، یعنی اگر در بدنش باشد، بانفرادها جداگانه یا اینکه علاهیده. این ها ضمیر برمیگردد به نجاست. و این چی معنا دارد؟ شاید شما گمان کنید که شستن نجاست آیا این حتمی نیست؟ آیا این فرض نیست؟ یعنی یکی از شرط‌های عبادت هست، یکی از شرط‌های نماز هست که باید بدن نجاست نداشته باشد. البته این گمان شما درست هست، اما در اینجا مؤلف میگوید بانفرادها این سنت هست، یعنی که اول علاهیده کرده و مخصوصا نجاست رو برطرف کردن و با توجه خاص به نجاست آن رو شستن، این است سنت. یعنی که پیش از آن که به غسل آغاز کنی اول همون قسمتی که نجاست دارد آن رو مخصوص کرده بشوی. این سنت هست با توجه خاص، نه اینکه یعنی الکی وقتی که من بالای بدنم آب ریزم نجاست هم تازه می شود، ضمناً نشود، بلکه علاهیده نجاست رو شستن سنت هست، چون که این یعنی سببی حاصل کردنی پاکی بیشتر می شود. پنجم و غسل فرجه و این لم یکن به نجاست، و شستن فرجش یا شرمگاهش، هم زن و مرد، اگرچه و این لم اگرچه در آن نجاست موجود نباشد، اگرچه در آن نجاست نباشد یا اگرچه شرمگاه نجیس نباشد. یک نکته رو در اینجا برای شما میگویم که در زبان عربی وقتی که فرج گفته می شود، این البته اشاره به شرمگاه است و این دیگر هست از کلمه فرج. فرج یعنی آزادی یا آسانی از جانب الله سبحانه و تعالی. برای همین بعضی علما کنیت دارن ابوالفرج، یعنی که پدری فرج، کسی که آزاد هست یا کسی که آسانی دارد یا کمک دارد از جانب الله سبحانه و تعالی. کلمه فرج از فرج فرق میکند. برای همین این رو متوجه شوید و هیچ وقت نام رو ابوالفرج رو ابوالفرج نگوید و هنگامی که یعنی اشاره به شرمگاه هست فرج نگوید. به هر حال ببینید که چخیل یک حرکت رو غلط خواندن معنی رو تغییر میدهد. به هر حال این است شستن شرمگاه، یعنی شستن شرمگاه سنت هست هنگام غسل اگرچه در شرمگاه نجاست نباشد، چون که عموما شرمگاه جایی می باشد که نجاست می داشته باشد یا از نجاست خالی نمی باشد، یعنی احتمالی زیادی هست که شاید در آن یک کمی نجاست باشد، چون که انسان حاجت انسانی خود را خیلی زیاد پورا می کند، یعنی به حاجت خانه می رود. به هر حال ششم کدام عمل هست؟
ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل. پس از آن که این عملها را انجام دهد چی میکند؟ سپس وضو میکند كوضوئه به مانند وضوش برای نماز، برای صلاة. فیثلث الغسل و پس چی میکند؟ شستن رو 3 بار انجام میدهد. یعنی که هر عضوی که باید شسته شود 3 بار انجام میدهد. 3 بار شستن عضوها یا اعضای بدن این سنت هست. البته 1 مرتبه شستن اعضای بدن فرض هست و اون هم همه اعضا نه، بلکه 3 اعضایی که البته در باب فرائض وضو شما خوانده بودید. 3 بار شستن اعضای بدن سنت هست در وضو و این چنین میگوید یعنی هنگام وضو گرفتن 3 بار شستن این سنتی غسل هم حساب می شود. یعنی که میگوید اول وقتی که انسان نیت کرد، بسم الله گفت و دستهای خود را شست و نجاست را از بدنش دور کرد و شرمگاهش را شست، یعنی که استنجا کرد. بعد از این چی میکند؟ وضو میکند به مانند وضوش، یعنی به مانند وضوی عادت، یعنی که عادتا برای نماز میکند و پس از این یعنی دیگر عملهای غسل را انجام میدهد. میگوید و یمسح الرأس و پس از این بعد از آن که عضوها رو 3 مرتبه شست، یعنی عضوهای وضو رو 3 مرتبه شست، سرش رو مسح میکند و میگوید که ولکنه یؤخر غسل الرجلین ان کان یقف فی محل یجتمع فیه الماء. اما شستن پایها رو به تأخیر می اندازد، تأخیر می دهد. یؤخر تأخیر می دهد، دیرتر می کند، در آخر می گذارد اگر در جای ایستاده باشد که در آنجا آب جمع می شود. یجتمع جمع می شود فیه در آن ماء آب. یعنی که وقتی که وضوء معمولیش رو انجام می دهد تنها پایهایش رو به تأخیر می اندازد و پایهایش رو در هنگام وضو گرفتن نمی شوید اگر در جای ایستاده باشد که در آنجا کمک آنجا یعنی زیر پایش کمی چکوری باشد و در آنجا آب جمع شود، آب نجیس یا آب مستعمل جمع شود. البته اگر در جای باشد که میل داشته باشد زمین و آب از زیر پایش جاری شود، پایانتر رود یا فوراً در یک سوراخی اگر جاری شود نیست شود از تگ پایش، در این حالت میتواند که پایهایش را هم بشوید و بعداً به 8م عمل ادامه دهد. 8م عمل چیست؟ ثم یفیض الماء على بدنه 3. سپس یفیض میریزد، جاری میکند، میریزد آب را بالای بدنش 3 مرتبه. ولو انغمس في الماء الجاري أو ماء في حكمه ومكث قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة. عموما یعنی ما در این گونه حالتی می باشیم که بالای خود آب را می ریزیم، چی از دوش باشد چی با یک کولیز باشد. اما در اینجا یک صحنه دیگر رو هم پیش می کند و می گوید که اگر شخص انغمسه یعنی که فرو رود یا اینکه غوطه زند در آبی جاری، مثلا به مانند نهر یا در آبی که در حکمش باشد یعنی که به مانند حوض، و ایستد مکث و ایستد قدر الوضوء والغسل، ایستد به مقدار وضو گرفتن یا غسل کردن، در این حالت هم فقط اکمل السنه، در این حالت هم سنت رو اجرا کرده است. فهمیدین؟ و عموما قدری ایستادن چند قدر هست؟ همون قدری، همون مقداری که عموما ما برای وضو یا برای غسل می ایستیم، یا همون مقداری که یعنی همون وقتی که در بر میگیرد وقتی که ما به خود آب میریزیم یا زیر دوش می ایستیم. یعنی که در یک طرفمون اگر ما خواهیم که آب بپوشیم یا آب بریزیم یک چند ثانیه رو در بر میگیرد، اونقدر وقت رو در بر نمیگیرد. همین خیل هم اگر کسی در یک حوض آب یا در یک نهر آب اگر غوطه زند و کمی ایستد، این هم کفایه میکند برای پورا کردن سنت.
نهم میگوید و یبتدی او اگر اینگونه در اینگونه حالت باشد که بالای خود آب میریزد باید کولیز چی باید کرد؟ یبتدی او فی صب الماء برأسه. سنت همین هست، سنت غسل که آغاز کند، ابتدا کند. یبتدی او چی معنا دارد؟ ابتدا کند، آغاز کند در ریختن آب از سرش با سرش. فهمیدید؟ دهم و یغسل بعدها منکبه الایمن ثم الایسر. و پس از آن غسل یعنی بشوید، پس از آن بعدها منکب یعنی شانه، ایمن راست، ایسر چپ، شانه راستش رو و سپس شانه چپش رو بشوید، یعنی که آب بریزد. خب در اینجا فراموش نکنید که انسان همین شخص غسل گرفته ایستاده است. پس اگر بالای خود آب میریزد اول از سرش آغاز میکند و سپس با طرف راستش یعنی با شانه راستش و پس از آن با شانه چپش. 11 و یدلک جسده. یکی از سنت های غسل کردن این است که بیمالد. یدلک چی معنا دارد؟ بیمالد. با زبان عامه میگویم بیشکد، شکیدن. بیمالد جسد خود را یعنی بدن خود را شکد. و یوالی غسله. 12 و موالات کند یا اینکه مواصله غسل کند، مواصلانه غسل کند، یعنی که پای در پای بشوید به تأخیر زیاد. یوالی چی معنا دارد؟ بار دیگر مواصلانه غسل کند، یعنی که همه قسم ها را، همه عمل ها را پای در پای انجام دهد به تأخیر. خیال نکند که اول مثلا سرش رو شوید، رود به بعض دیگر عمل های غیر غسل مشغول شود، دیگر کارهایش رو انجام دهد، بعد دوباره برگردد و بعدا به بدن خود آب ریزد، یعنی مواصلانه به تأخیر غسل کند. این شد در مورد سنت های غسل کردن. میگذاریم به فصل بعدی. فصل میگوید آداب غسل چیست؟ و میگوید هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع کشف العورة. میگوید که یعنی این فصل اونقدر دراز نیست، ببینید فقط 3 سطر هست، 3 یعنی جمله هست، قریب خیلی کم هست برای اون که در اینجا میگوید که آداب غسل آنها آداب وضو هستند، یعنی که مثل آداب وضو هستند. همان چیزهایی که ما همچون آداب وضو حساب کرده بودیم، میگوید که همون چیزها، همون عملها آداب غسل کردن هم به حساب می روند. الا مگر اینکه انه لا یستقبل، مگر اینکه او روی به قبله نمی کند. لانه چونکه او یکون غالبا زیادی وقت چی می باشد؟ مع کشف العورتی برهنه می باشد، یعنی عورتش آشکار می باشد. از این سبب اگر یعنی هنگام غسل کردن چونکه عموما برهنه می باشد، عورتش آشکار می باشد، باید روی به قبله نکند. این را یکی از آداب هایی که مخصوص غسل هست، یعنی همچون یکی از این آداب ها شمار می کند. و یکره فیه ما کره فی الوضوء. و بجای آن که اکنون به مکروهات غسل درآید، در اینجا مختصر کرده خلاصه میکند که آن چیزهایی که هنگام وضو کردن مکروه است، همان چیزها هنگام غسل کردن هم مکروه میباشند. خب اکنون پس از این فصل هست یسن الاغتسال لاربعه اشیاء. غسل گرفتن برای 4 چیز یا برای 4 حالت سنت هست. پیش از این البته آن چیزهایی که آن حالتهایی که برای آنها یا پس از آنها غسل کردن فرض یا واجب میگردد آنها را بیان کرد. اکنون در اینجا آن حالتهایی را بیان میکند که برای آن حالتها یا برای آن روزها یا وقتها غسل کردن سنت هست. نه اینکه سنت های غسل، بلکه آن احیان یعنی اینکه آن واقعه ها یا روزهایی که برای آنها غسل کردن سنت هست. خب در اینجا میگوید یکمش برای نماز جمعه. میگوید صلات الجمعه
و البته در این اختلاف هست بین امام اعظم امام ابو حنیفه و صاحبین که آیا این برای نماز جمعه سنت هست یا اینکه برای روز جمعه سنت هست. و مهم نیست که ما باید به یک نتیجه برسیم از این دو قول، چون که هر دوی این فتوا موجود هست و هر دویش قوت دارد و هر دویش یعنی قابل اعتبار و قابل قبول هست. اگر انسان خواهد که غسل بگیرد، مخصوصا زنها برای روز جمعه همچون سنت حساب کردن، بعضی علما این قول را دارند، اما بعضی دیگر علما میگویند که نه، در روز جمعه غسل کردن سنت است برای نماز جمعه. پس اگر زنها اگر نماز جمعه نروند، یعنی که طبق این قول برای آنها غسل کردن سنت نمیگردد. خب یعنی هدف من همین قدر هست که به شما برسانم که در این نقطه اختلاف هست. بعضی علمای احناف میگویند که غسل کردن روز جمعه برای روز جمعه هست و بعضی ها میگویند که غسل کردن روز جمعه برای روزش نیست، برای نمازش هست. در مراقی کسانی که شرح نور الاله را دارند، در مراقی امام شرنبولری وضاحت میدهد، میگوید صلات الجمعه علی الصحیح، یعنی قول صحیح تر همین است که غسل کردن روز جمعه برای نمازش هست، لانها افضل من الوقت و قیل انه لليوم. و این چنین در طحطاوی هم امام طحطاوی به این اختلاف اشاره میکند و میگوید که علی الصحیح یعنی که برای نماز جمعه هست. این قول ابو یوسف هست، یعنی قاضی ابو یوسف این گونه گفته است و میگوید که برای این دلیل آن چیزی هست که در صحیحین هست، یعنی حدیثی که در صحیحین می آید من جاء منکم الجمعه فلیغتسل. و این چنین میگوید که در روایت ابن حبان هم هست که من اتى الجمعه من الرجال والنساء فلیغتسل، کسی که برای نماز جمعه بیاید بگذار که غسل بگیرد، یعنی که در احادیث برای نماز گفته شده است. و این چنین در روایت بیهقی هم هست و من لم یأتها فلیس علیها غسل، کسی که به طرف نماز جمعه نآید برایش غسل کردن لازم نیست. پس از این سبب بعضی علما این قول را دارند. به هر حال دوم این است و صلات العیدین، برای نماز هر دوی عیدها، یعنی عید الفطر و عید الاضحی، عید فطر و عید رمضان و عید قربان که میگویم. برای این هم امام شرنبوللی در مراقی بعضی وضاحت ها رو میدهد، بعضی نقطه ها رو پیش میکند. میگوید لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یغتسل یوم الفطر والاضحى و عرفه، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز فطر، در روز اضحی، در روز عرفه غسل میگرفتند. و بعدا میگوید و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من توضأ یوم الجمعه فیها و نعمت و من اغتسل فالغسل افضل، کسی که در روز جمعه وضو بگیرد کاری خوب کرده است، کسی که غسل کند غسل کردن بهتر هست. شاید از این سبب دیگر علما میگویند که غسل کردن روز جمعه برای روزش هست. خب این فایده رو خط کشی کنید در شرح خود و بعدا میگوید و هو ناسخ، یک فایده حدیثی، چون که شما مصطلح الحدیث رو آموختید برای شما میرسونم. امام شرنبولری پس از آن چی میگوید؟ هو ناسخ لظاهر قوله صلی الله علیه و سلم غسل الجمعه واجب علی کل محتلم. میگوید که این قولش، یعنی که کسی که وضو کند روز جمعه بخیر است، کسی که غسل کند غسل بهتر است. این حدیث میگوید این حدیث ناسخ هست و حدیثی که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید غسل روز جمعه واجب هست برای هر کسی که محتلم هست یا بالغ هست، برای آن حدیث ناسخ هست و آن حدیث منسوخ هست. ناسخ و منسوخ را در درس‌های آخر مصطلح آموخته بودیم. برای همین یعنی که خلاصه چی شد؟ خلاصه همین است که سنت هست طبق فقه حنفی. به هر حال سوم این است که میگوید این چنین غسل کردن سنت هست برای پوشیدن یا برای درآمدن به حالت احرام وللاحرامی. و چهارم میگوید وللحج فی عرفه بعد الزوال، برای حاجی که در میدان عرفه باشد پس از زوال، یا حتی میتوانیم بگوییم که در عرفه باشد، یعنی در روز عرفه بعد از زوال، یعنی که از وقت نماز ظهر. و در این چهارمش هم اختلاف است بین علما. بعضی میگویند که این غسل سنت هست برای روز عرفه
و بعضی ها میگویند که این برای میدان عرفه سنت هست. هر دوی قول قوت دارد، به هر دویش عمل کردن جایز هست. و بعد از این میگوید یندب الاغتسال فی 16 شیئه، یعنی که میگوید که غسل کردن چی هست؟ مندوب هست یا این رو مستحب هم گفته می شود در 16 حالت. خب و اینها یعنی ضروری نیست که 16 حالت باشد، کم و بیش هم شدنش امکانیت هست. من برای شما فهمونده بودم که رقم ها رو زیاد جدی نگیرید، این تنها برای آسان کردن فهمیش نو آموز این گونه یعنی رقم ها گفته می شود. اما به هر حال میگوید یکمش لیمن اسلم طاهرا، در کدام حالت هم مستحب هست، پسندیده هست، ثوابناک هست که انسان غسل کنند. یکمش میگوید برای کسی که اسلم مسلمان می شود، اسلام رو قبول می کند، طاهرا در حالتی که او پاک باشد. خب در اینجا برای چی طاهرا میگوید؟ برای چی علی الاطلاق نیست؟ برای چی عمومی نیست؟ هر یک کسی که اسلام رو قبول میکند. چرا هر یک کسی که اسلام رو قبول میکند برایش مندوب نیست؟ برای آن که یعنی این طاهرا در حالت پاکی این رو چرا ذکر کرده است؟ اگر من از شما بپرسم شما باید این چنین برای من جواب دهید. برای آن که اگر پاک نمی بود، یعنی اگر در حالت جنابت یا حیض یا نفاس می بود، برایش غسل کردن پس از اسلام قبول کردن مندوب نه بلکه فرض میگشت. فهمیدین؟ برای همین این قید رو، این شرط رو در اینجا ذکر کرده است. دوم ولی من بلغ بسنی، برای کسی که با سن بلوغ، با سن و سال به بلاغت رسیده باشد. برای چی در اینجا میگوید بسنی؟ دیگر حالتهایش چی؟ اگر کسی با حیض اگر به بلاغت رسیده باشد، یا با احتلام، یا با مثلا حامله دار شدن، آنها چی؟ برای همین این قید، این شرط خیلی مهم هست در اینجا. چون که اگر با حیض یا احتلام به بلاغت رسد یک طفل، یک دختر یا بچه، برایش غسل کردن فرض میگردد. پس از البته تازه شدن، اگر حیض باشد پس از تازه شدن. چون که با سن و سال هست، از این سبب برایش غسل کردن تنها مندوب هست. در اینجا شیخ سعید بکدش، عالمی حنفی حلبی که در مدینه زندگی میکند، در اینجا یک فایده میرساند، یک فایده رو ذکر میکند در چاپش. خب من چاپ شیخ سعید بکدش رو در اینجا برای شما نمایان میسازم. خب در اینجا میگوید در اینجا یک فایده هست، ببینید در فصلی فی من یندب له الاغتسال، در همین فصلی که ما حاضر هستیم در حاشیه یکم لیمن بلغ بالسن، میگوید که ای لم یبلغ بعلامات البلوغ و هی للغلام. میگوید که اولا ذکر میکنه، این رو ذکر میکنه که علامت های بالغ شدن چیست. برای پسر یکم احتلام، این رو من فهموندم. یکم میگوید برای پسر احتلام من برای شما فهموندم خوبی شهوتانه، خب که سبب خارج شدنی مایع می شود. دوم انزال، خارج شدنی منی. احبال، اگر پسر کسی را حامله دار سازد، پس از آن مرد حساب می شود، بالغ حساب می شود. این جدا هست که این کاری درست باشد کاری نادرست باشد. اذا وطئ. ولی الجاریتی، اکنون برای دختر کدام علامت ها هست؟ حیض. ولی احتلام، برای دختر هم احتلام و بشهوتانه. والحبل، یا اینکه حامله دار شدن. یعنی که اگر البته باز هم در حرام یا حلال بودن این عمل ها داخل نمیشم، چون که هدف مقصدی این موضوع یک چیز دیگر هست. اما اگر متاسفانه اگر یک دختر حالا بالغ نشده باشد، خیلی کم عمر باشد، 11 ساله باشد، یا شوهر کند یا شوهر نکند، حامله شود، این یکی از علامت های بالغ شدنش حساب می شود. پس از حامله شدن بالغ حساب می شود، گرچه که حیض هم نداشته باشد. پس اگر این علامت ها، 3 علامت برای پسر و 3 علامت برای دختر ذکر کرده است، اگر این علامت ها موجود نشود یا نمایان نگردد، چی می شود؟ چگونه ما بلاغت را حساب می کنیم؟
میگوید فإن لم یوجد شیء من هذه العلامات، اگر این علامت ها به وجود نآید، یحکم علیهما بالبلوغ بالسن، اگر با علامت های بلاغت بالغ حساب نشوند، ما آنها را بالغ با سن و سال حساب میکنیم. کدام سن و سال هست؟ و هو للغلام، برای غلام یعنی برای پسر، تمام 18 سنه، پوره شدنی، تمام شدنی، بله 18 سالگی، تمام شدنی 18 سالگی برای پسر، وللجاریتی تمام 17 سنه، تمام شدنی 17 سالگی. عند الامام ابی حنیفه، نزد امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله. اما نزد صاحبین میگوید که قالا، آنها گفتند، آنها دو مردان گفتند. این به کی اشاره میکنه؟ این روز من برایش مفهمونده بودم. قالا یعنی صاحبین، صاحبین یعنی کی؟ امام محمد و امام ابو یوسف، هر دو این شاگردان امام ابو حنیفه رو یک جای صاحبین گفته می شود. آنها گفتند، قول آنها این است که اذا تم للغلام والجاریه 15 سنه و به یفتا، وقتی که هم پسر و هم دختر به 15 سالگی برسند، یعنی پیش از نمایان شدن علامت های بلاغت، یعنی که علامت های بلاغت به آنها نمایان نشده است تا 14 سالگی، همین که 15 ساله شدند آنها را بالغ حساب کرده می شود و بالای همین قول فتوا هست. در اینجا چی نوشته شده است؟ و بهی یفته، یعنی که بالای 17 و 18 سالگی فتوا نیست، بلکه بالای 15 سالگی فتوا هست. برای همین یا اینکه اول با علامت ها نظر کرده می شود، اگر علامت های بلاغت نمایان نگردد، همین که 15 ساله شدن بالغ حساب می شوند. فهمیدید؟ پس بلاغت یا اینکه با علامت ها حاصل می شود یا با سن سال. اگر با علامت ها حاصل شود، غسل کردن برای آنها چی می گردد؟ واجب می گردد، فرض می گردد، چون که یا احتلام می شود یا انزال می شود یا حیض می شود و غیره. اگر با علامت ها نشود، با سن سال شود، برای آنها غسل کردن لازمی نیست، چون تنها سن سالشون به 15 سالگی رسید. اما برای آنها غسل کردن تنها مندوب هست. خب اکنون میگذاریم، ادامه میدهیم. لیمن بلغ بالسن، پس از این میگوید ولیمن افاق من جنون. خب در اینجا سوال کرده برای چی به غلام 12 ساله، به آدم عادی؟ شما درست نفهمیدید، من نگفتم غلام، گفتم پسر و دختر، و در اینجا آدم عادی هم نگفتم. خوب اول درس رو تکرار کنید انشاءالله، و اگر نفهمیدید بازم فردا بپرسید. خب بعد از این میگوید لیمن افاق من جنون، سوم برای کسی که از جنون یعنی که از دیوانگی شفا یابد یا هوشیار شود. خب و سبب این، البته سبب های این چیزها و دلیل هایش در کتاب ها موجود هست، اما من برایش گفتم که باید ما درس رو مختصر کرده تنها از متن گذاریم. اما در اینجا امام شرمولانی یا امام طحطاوی در شرحش میگوید که لعله للشکر علی نعمت الافاقه، یعنی که اگر کسی از جنون یعنی از دیوانگی شفا یابد، غسل کردن و پس از غسل کردن شکرگزاری ادا کردن، این به مانند شکرگزاری بالای نعمت هست که انسان شفا یافت. برای شکرگزاری خود را به الله سبحانه و تعالی نشان دادن چی میکند؟ یعنی کامل ترین طرز طهارت را انتخاب میکند، اختیار میکند، انجام میدهد و بعد از آن شکرگزاری ادا میکند. و بعد از این میگوید که عند حجامت، پس از حجامه کردن اگر کسی غسل کند این هم مندوب هست، پسندیده هست. امام شرمولانی میگوید که عند الفراغ من حجامت، میگوید لما ورد انه صلی الله علیه و سلم کان یغتسل من 4 منها الحجامه، رواه ابو داود. چون که میگوید که یک روایتی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم غسل گرفت پس از حجامه کردن و پس از 4 اعمال غسل نگرفت. و از سبب همین روایت، چون که از اختلاف علما بیرون شویم و همین گونه یک قول هست، ما میگوییم که پس از حجامه کردن غسل کردن این مندوب هست. و غسل میتین، و پس از شستن میت. در اینجا هم امام شرمولانی میگوید که
خروجا یا امام طحطاوی میگوید که خروجا للخلاف، چون که در این نقطه در همین مسئله بین علما اختلاف هست. اگر باید داشته باشید ما این رو قبلا هم گذاشتگی هستیم که بعضی علما میگویند که پس از شستن میت غسل گرفتن، یعنی غسل گرفته باید شود. بعضی ها مندوب میگویند، بعضی ها میگویند که تنها وضو گرفتن کفایه میکند. چون که بین علما اختلاف هست و بعضی ها میگویند که غسل کردن لازمی هست. از این سبب ما میگوییم که غسل کردن خوب هست که احتیاط شود. خب و بعدا میگوید و فی لیلة براءه، در شب براءت، یعنی که در 15 شعبان، در نصف شعبان غسل کردن برای آمادگی به عبادت. البته انسان غسل میکند تا اینکه آماده شود برای گذراندن شب در عبادت، برای این مندوب هست. و بعدا میگوید هفتم و لیلة القدر اذا رآها، اگر انسان احساس کند که این شب میتواند که شب لیلة القدر باشد، اگر غسل کند، یا حتی برای احتیاط هم، یعنی پیش از پیش، چون که احتمالی همین هست که میتواند که شب لیلة القدر باشد، اگر غسل کند برای عبادت و غیره، این هم پسندیده هست. هشتم میگوید لدخول مکه، برای داخل شدن به مکه. برای این هم سبب ها رو ذکر کرده علما. یکی از سبب هایش همین است که امام طحطاوی میگوید که افضل الارض عندنا مطلقا، میگوید که یعنی زمین مکه، خود مکه بهترین، یعنی بهترین جای دنیا هست، بهترین جای زمین هست علی الاطلاق و فضیلت دارد، بغیر از همون قسمتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن دفن شده هست در مدینه. اون قسمت از مکه بهتر هست، یعنی افضل تر هست. بغیر از همون قسمتش، یعنی بغیر از حجره عایشه رضی الله عنها یا جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله دفن شدگی هست، و غیر از اون جایی که در مدینه هست، مکه یعنی فضیلت دارد، افضل هست، بهترین جایی روی زمین هست. و برای احترام این دولت یا این شهر، یعنی انسان اگر غسل کند، یعنی این مندوب هست، پسندیده هست. و این چنین و مدینه نبی صلی الله علیه و پیش از در آمدن به شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم، باز هم امام شرنبلری میگوید تعظیما لحرمتها و قدومه علی حضرة المصطفى صلی الله علیه و سلم، برای احترام کردن این شهر و برای گویا با حالت پاکی و نظافت داخل شدن به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، به شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم، به زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و بعدا میگوید وللوقوف بمزدلفه غداة یوم النحر، و برای ایستادن در مزدلفه صبحی، غدات صبحی روزی نحر، یعنی عید قربان، یعنی که 10 ذوالحجه مندوب هست. عند مکه لطواف زیارتی، برای طواف زیارت، هنگامی داخل شدن به مکه برای طواف زیارت میگوید که غسل کردن مندوب هست. ولصلاة کسوف، برای خواندن نماز کسوف. این رو هم امام شرنبلری میگوید کسوف شمسی، یا اگر کسوف القمر هم باشد، چی نماز کسوف باشد چی نماز خسوف باشد، چون که از سنت های هر دوی این نمازها همین است که انسان در حالتی پاکی باشد، پاکی کامل ترین، یعنی که در حالتی یعنی غسل باشد، در حالتی پاکی باشد، پاکی که از همه درجه بالا باشد، و این تنها با غسل کردن حاصل می شود. و نماز کسوف کسی که نمیداند، این یک نوع نمازی مخصوصی هست که هنگامی گرفتن آفتاب یا تاریک شدن آفتاب خوانده می شود. و این نماز را با نیت تواضع و طلب امان از عذاب الله سبحانه و تعالی خوانده می شود. چی آفتاب یعنی پوشیده شود، تاریک شود، چی ماهتاب، اگر آفتاب باشد عموما کسوف گفته می شود، اگر ماهتاب باشد خسوف گفته می شود. بعضی ها بین آنها فرق نمی اندازند. این نماز رو الحمدلله یک چند سال پیش من خودم خوانده بودم، اشتراک کرده بودم، یک بار شده بود در طرف های من آفتاب پوشیده شده بود، تاریک شده بود. به هر حال و استسقاء، و برای استسقا. اکنون استسقا بین علما اختلاف هست که آیا برای، یعنی استسقا یعنی برای درخواست یا برای طلب باران، وقتی که قحط شود برای چندین وقت، چندین مدت، و یعنی در یک محله و آنها خواهند که درخواست باران کنند، طلب باران کنند از الله سبحانه و تعالی،
آنها باید که استسقا کنند و بین علما اختلاف هست که آیا برای استسقا کردن، برای طلب باران کردن، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود؟ یعنی که آیا نماز استسقا گفتنی چیز هست یا اینکه نه؟ طبق فقه حنفی و طبق قول امام ابو حنیفه نماز استسقا نیست، اما صاحبین میگویند که نماز استسقا هست و پیش از طلب باران کردن 2 رکعت باید خوانده شود. دیگر تفصیلات هم هست که تمامی همان مردم محله 3 روز روزه بگیرند، 4م روز با تمامی گاو و گوسفند خود رو گرفتن، زن و اولاد خود رو گرفتن باید به یک میدان بروند در حالت تواضع، در حالت یعنی لباسهای کهنه خود رو پوشیده با سر خم، با تواضع، با یعنی التجا کردن، با دعا کردن باید با یک امام با یک یعنی با یک صحرا به یک طرف با یک صحرا روند و در آنجا اول 2 رکعت نماز خوانند و پس از نماز میشینند و امام دعا میکند، طلب باران میکند و تمامی یعنی کسانی که از پشت امام هستند آنها آمین میگویند و دعایش. اما این فرق نمیکند چی نماز خوانده شود چی خوانده نشود، در هر 2 حالت ها یعنی برای این نماز یا برای تنها دعا و استغفار کردن و طلب باران کردن غسل کردن سنت و بخشش مندوب حساب می شود طبق فقه حنفی. 14 این فزع هست، یعنی که اگر انسان می ترسد، هنگام ترس باشد، ترسی شدید باشد، مثلا پس از یک واقعه ترسناک یا پس از دیدن یک خواب اگر در حالت ترس باشد، برایش مندوب هست که خود را تازه کند، غسل بگیرد و خود را در حالت پاکی گذارد، کامل ترین حالت پاکی، و البته پس از این میتواند که دعا کند یا اینکه استغفار کند یا طلب امن و امان کند. و پس از این 15 ظلمتین، هنگام تاریکی شدید، یعنی که امام شامبولانی میگوید که حصلت نهاران، مخصوصا وقتی که در روز حاصل شود، یعنی تاریکی که در روز حاصل شود، برای این هم غسل کند و پس از این عموما یعنی دعا کرده می شود، استغفار کرده می شود، برای این هم یعنی غسل کردن مندوب هست. و اخیرا و ریح شدید، و هنگام شمالی سخت و شدید. و امام شنبولاری هم میگوید که یعنی من ریح شدید فی لیل او نهار، در شب باشد یا در روز باشد، لأن الله تعالی اهلک به من طغى كقوم عاد فیلتجا المطهر الیه، یعنی که الله سبحانه و تعالی با شوالی خیل و شدید بعضی قوم ها رو به مانند قوم عاد هلاک کردگی هست. پس این سبب ترس می شود، این سبب خوف می شود و اگر انسان خواهد یعنی برایش مندوب هست که غسل کند و در عبادت خود را مشغول سازد. خب تا اینجا انشاءالله درس را میگذاریم، 40 دقیقه شده است و از فردا انشاءالله از باب تیمم ادامه میدهیم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.